در مسئله خطاب رحمانوف ما در خطابش اون چیزی که راهبر گروه 24 در برنامه رادیوی آزادی در صحبت آزاد گفت و گذشت، یک گپی خیلی کلیدی زدک و نه اینکه راهبر گروه 24 ما این اما در صحبت ها وقتی که دو طرف گوش میکردم، سخن با حکمت یک سخنی هست که وقتی که تمامی همون کتاب در بر میگیره. مثلا جمله با حکمت یا که سخن با حکمت تمامی همون کتاب گفتگی ها را، جلسه را، هر چیزی که درباره اون میگذره فقط در دو کلمه جمع میشه. راهبر گروه 24 در سخنرانیش در وقتی که با یکی از همون زیر دستا و بازوهای حکومت رحمانوف، عبدالله دولتوف، که سخنرانی میکرد و گپ میزد، یک سخن کرد. گفت که وقتی که از راهبر گروه 24 سوال میکنن که حکومت رحمانوف، رژیم رحمانوف چرا دست به اصلاحات نمیزنه، در حالی که چند سال پیشم یک اشاره کرده بود، امروز آشکارا اعتراف میکنه که ما در فساد غوطیدگی از خودش شروع کرده و تا زیر دستاش. وقتی که سوال کرده میشه از راهبر گروه 24 چرا دست به اصلاحات نمیزنه و یک گپی زد که بسیار مرا خوش آمد. گفت اگر حکومت رحمانوف، اگر این رژیم دست به اصلاحات بزنه، این معنا داره که پایان حکومت است. یعنی حکومت رحمانوف با فساد بنیاد شده است، از ابتدا تا به امروز، از بالا تا به پایین همه به فساد بنیاد شده است. هر کسی که آمد وظیفه را با فساد قطعی، با کروپسیا قطعی خرید، پول داد وظیفه خرید. چی پیشترش به همین شکل خودش به قتل آمد، به یک بازی و به یک سیناریا بازی آمد و دیگر کسی که از پشت ازی آمد و ای را طرفداری کرد و یا که بعدا هر کسی که آمد، در عموم حکومت با فساد ساخته شده است. پس وقتی که حکومت بر بگرده برای اصلاحات، برای اصلاح کردن و فساد از بین بردن، این معنا این داره که خودش داره حکومت خودش از بین باید ببره. یک حکومت پر از فساد و فساد زده و سرتاپا فساد، اگر که این بیا این حکومت دست به اصلاحات بزنه، این به این معنا داره که خودش باید این حکومت فساد زده را از بین ببره. برای همین خاطر این حکومت دست به اصلاحات نمیزند.